با نام خدا و سلام شروع میکنیم جلسه دوم آموزش جاوا اسکریپت. این جلسه میخوام عملگرهای شرطی رو بگم و عملگرهای and or not و نقص کردم توی شرط. این ساختار کلن یه دستور شرطی، من اینو چون مثال قبل بوده من اینو پاک میکنم. ببینید ساختار if یعنی چی؟ if یعنی اگر. خب بعد ساختار if یعنی اگر. if یعنی اینکه ما میایم اینجا بنویسیم اگر میخوایم بنویسیم که آیا مساوی این هست، اگر مساوی بود بیا همچین چیزی رو چاپ بکن. خب میگیم که اگر آمون کوچیکتر از بی بود بیا اینجا ریترن بکن. چیا؟ اگه شرط برقرار شد بیا کنسول دات لاگ بکن یه پیغامی رو مثلا بنویس تو رو. خب بهتر تو رو صرف کن. خب اگر برقرار نبود یه چیزی داریم به نام else. اگر برقرار نبود در غیر این صورت بیا کنسول کن کنسول دات لاگ بکن کنسول دات لاگ بکن این پیغامو بگو فالسه. در غیر این صورت بیا همچین پیغامی رو بگو که فالسه. ببین میگیم که ما یه دستوری میخوایم بدیم اسمش دستور شرطی. خب میگیم که اگه این شرط داخل پرانتز شرط رو مینویسیم برای اجرا و این که بگیم آقا اینو برای ما چی کار بکن نبود اجرا بکن برگردون ریترن یعنی برگردون. داخل این براکت هم نمیگم یه حالت آکولاد وازو بسته ما میگیم اون چیزو برای ما برگردون میگیم برای ما برگردون. ببین الان چی میگم. ما بریم قسمت اینسپکت رو میزنیم قسمت کنسول تو رو برگردون. ببین پس کوچیکتر از بزرگتر از بی. الان ببین من شرط رو تغییر بدم بگم که سی مساوی بیه. ببین چی برمیگردونه. سی مساوی پیه. دقت بیشتر یه مساوی دیگه میذاریم. ببین فالسه. یک بار هم میرسیم چون دقیق تر میخوایم اجرا بکنه دو تا مساوی میگیم دقیق نگاه کن آیا سی مساوی بیه پس نیست فالسه. در غیر این صورت فالس. حالا اگه ما این مقدار رو مساوی قرار بدیم این هم بکنیم نو. ببین مقدار باید تو رو بشه. ببخشید سی و ببین تو رو شرط برقراره.
اگه شرط اول برقرار نشد شرط دوم اجرا میکنه. در غیر این صورت بیا این قرار بده. حالا ما میخوایم او رو بگیم. او چی کار میکنه؟ مثلا ما دو تا شرط داریم، میگیم که اگر این شرطی که داخل این پرانتز می نویسیم اوکی بود بیا اینجا اجرا بکن برامون. یعنی اگر ترو یا ترو بود، خب بیا اینجا داخل آکولادمون اینو برگردون کنسول دات لاگ بکن. چی رو؟ مثلا بنویس ایف داخل، چون رشته یه من میخوام استرینگ بده، ایفو به ما نشون بده. ببین ایفو به ما نشون داد. یا این اگه من اینو اندش بکنم ببین چی نشون میده. بازم همین و اگه میخوام مثال بهتری به بهتون بزنم، مثلا ما بیایم بگیم که آمون کوچیکتر از 4، این شرط باید اجرا بشه و شرط دوم چیه؟ شرط دوم باید بگی که 10 بزرگتر از 2 و خب میگی که مثلا F مساوی 2. نه دیگه یه چیز غلط می نویسیم. ببین ایفو اجرا میکنه؟ نه ایفو اجرا نمیکنه چون یه دونه از این شرط ها غلطه. حالا اگر نبود در غیر این صورت، ببین من یه دونه else میذارم، میگم در غیر این صورت بیا کنسول کن، کنسول دات لاگ بکن، کنسول دات لاگ بکن. چیا؟ مثلا بنویس مقدارت فالس. ببین شرط دومو اجرا کرد. یعنی اول اومد دید اند یعنی و یعنی همه این شروطی که توی این پرانتز گذاشتی باید درست باشه. اگه نبود شرط دوم برقرار میشه. حالا من اینجا بذار یه نات بذارم واسه امتحان ببینم اینجا چیکار، نقیض اینو ببینم چیکار میکنه. ترو میده؟ نه. این چون اندو نوشتم، ببین من الان اینجا نقیضه نمیذارم. خب ببین من الان این غلطه دیگه. خب اول چون غلطه میاد فالس نشون میده. خب ولی اونم اروره چی بود؟ اروره باید ایفو نشون بده. خب چون یکی از اینا فالس نشون داد، ببین اجرا نشد. ولی اگه من نقیضه اینو اینجا یه دونه علامت تعجب بذارم، اینجا ایف باید به من نشون بده. چرا نشون نمیده؟ بذار نقیضش یه مثال دیگه بزنم. بگم که آیا آما مساوی 3 نیست
مساوی 2 نیست. ببین اینجا باید به ما فالس نشون بده. بله نیست. ولی اگه مساوی 2 بود باید اینجا نقیضشو نشون میده. خب نقضشو نشون میده، یعنی برعکسشو نشون میده. تو قسمت ناتم اگر همه چیزو برعکسش نشون میده، ناتمون بود دیگه، برعکسش نشون میده. حالا تا این جلسه داشته باشید، 4-5 جلسه دیگه میشینیم یه سری سینتکسی توضیحاتی رو میدیم. بعد شروع بازی مافیا رو داریم، اونجا دستورات چجوری به اینپوت ها دستور میدیم، چجوری اون رو کامل تر توضیح میدم. حالا فعلا تا اینجا داشته باشیم تا جلسه دیگه. فعلا خدا نگهدار. این دستورات هدفمون دستورات ایف، ساختار دستورات ایف. اول شرط رو ببین، اینجا شرط رو می نویسی و اون چیزی که میخوایم برگردونه رو اینجا می نویسیم. دستورات شرطی و مثالای مختلف توی بازی انشالله.